شروع از 1 آگوست سال روان در تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری یرمارکه‌های فروش لباس‌های مکتبی آغاز گردید. حالا در شهر دوشنبه، در بازار کاروان، در بازار سفریان، مرکز سودای گنجینه، در مرکز سودای خاوران و کارخانه استحصالی نساج تاجیک یرمارکه‌های فروش لباس‌های مکتبی دایر می‌گردند. در این موسم تقریباً 80 کارخانه در جمهوری به دوختن و استحصال لباس‌های مکتبی مشغولند. کارخانه‌های صنعتی و صاحبکاران انفرادی مملکت امسال به مبلغ بیش از 46.3 میلیون سامانی لباس مکتبی استحصال نمودند که نسبت به همین دوره سال گذشته از روی مقدار 22.7% کاهش یافت. نرخ یک لباس مکتبی استحصال کارخانه‌های وطنی 220-240 سامانی را تشکیل می‌دهد. اینچنین از خارج مملکت اساساً از ازبکستان لباس مکتبی وارد می‌شود که نرخ یک عدد لباس مکتبی از 180 تا 250 سامانی را تشکیل می‌دهد. مسئولین کارخانه استحصالی نساج تاجیک میگویند لباس‌های استحصال داخلی صفتی بلند دارند و به طلبات جواب گویند، در حالی که ساکنان کشور از گرانی و صفت پست لباس‌های استحصال داخلی شکایت می‌کنند. حالا در جمهوری 80 کارخانه صنعتی به استحصال لباس مکتبی مشغول میباشند. سال 2022 کارگاه دوزندگی ما به مقدار 255,704 دانه لباس مکتبی استحصال نموده است که این نسبت به همین دوره سال 2022 به اندازه 104% زیاد می باشد. مثلا در 6 ماه سال 2023 باشد کارگاه مذکور به مقدار 107,272 دانه لباس مکتبی دوخته بهر میزبان به راه